به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. و فرزندانتان را از ترس فقر نکشید، ما آنها و شما را روزی می‌دهیم. مسلماً کشتن آنها گناه بزرگی است. و نزدیک زنا نشوید که کار بسیار زشت و بد راهی است. و کسی را که خداوند خونش را حرام شمرده نکشید جز به حق، و آن کس که مظلوم کشته شده برای ولیش سلطه و حق قصاص قرار دادیم، اما در قتل اسراف نکند، چرا که او مورد حمایت است. و به مال یتیم جز به بهترین راه نزدیک نشوید تا به سرحد بلوغ رسد، و به عهد خود وفا کنید که از عهد سؤال می شود. و هنگامی که پیمانه می کنید حق پیمانه را ادا نمایید و با ترازوی درست وزن کنید، این برای شما بهتر و عاقبتش نیکوتر است. از آنچه به آن آگاهی نداری پیروی مکن، چرا که گوش و چشم و دل همه مسئولند. و روی زمین با تکبر راه مرو، تو نمیتوانی زمین را بشکافی و طول قامتت هرگز به کوهها نمیرسد. همه اینها گناهش نزد پروردگار تو ناپسند است.